به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز، موضوع امروزه ما موضوع پول و مال و ثروتمند بودن. آیا شریعت اسلام میخواهد که انسان بای باشد یا کمبخل؟ آیا ما و شما را شریعت اسلام نیز چیزی از به ثروتمند شوی می آموزد یا نه؟ این و دیگر سوالهای مهم در پادکست ترینینگی نوبتی ما و در مهمانی ما داملا سهراب عادلیان شما را خوش آمدید میگویم. واقعا مردم اولین سوالشان این است که در مورد پول و مال که گپ زدیم میگویند که متخصصان در این باره صحبت کنند، اما وقتی که داملا به مثل شما در این موضوع اگر صحبت کند، اکثریت فکر میکند که تنها دعا کنند و بس و انسان پولدار می شود. و خب امروز میخواستم در بحث امروزه به همین گونه سخنها نقطه گذاشته شود. داملا، واقعا میگفتید که پول و مال خودش چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، پول کلمه یونانی بوده، عبارت از طلا و نقره یا به قدر قیمت طلا و نقره، خواه از متال باشد، خواه کاغذی باشد، خواه الکترونی باشد، برای خرید و فروش یا تجارت یا پرداخت خدمت رسانی ها همچون واسطه استفاده می شد. اما مال این کلمه عربی بوده، از کلمه میل گرفته شده است. سمی المال مالا لأن النفوس تمیل الیه و تهواه و تحبه. مال نامیده شد برای آنکه نفس ها به سوی مال یا صاحبی مال میل میکند. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا. دیدم که مردم میل کردند به سوی آن آدمی که مال دارد و آن آدمی که مال ندارد از او مردم میل کردند. یعنی سبب مال نامیده شدنش از کلمه میل گرفته شده است و مردم به سوی کمبغل ها میل نمی کنند. برای همین مال نامیده شد. لیکن مال از پول وسیع‌تر است. یعنی مال هم پول را در بر میگیرد و هم غیر پول را در بر میگیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که ولا من صاحب مال لا یؤدی زکاته. در حدیث صحیح آمده است که کدام صاحب مالی که زکاتش را ادا نمیکند، گفتند و بعد صاحب مال را تفسیر کرده، گفتند که صاحب نقره، طلا، شتر، گاو، گوسفند گفتند. یعنی همه مال، هر چیزی که قیمت دارد، المال کل ما له قیمه، مال هر چیزی که قیمت دارد آن را مال گفته می شود. یعنی پول از مال فرق میکرده است، یعنی مال چیزی زیادتر مال شامل تر. بله. عمر انسانی داملا خیلی کوتاه است و در مدتی همین عمر کوتاه انسان باید که عبادت الله تعالی را کند یا اینکه پول و ثروت جمع کند، مالدار شود؟ اصل اینکه بنده برای عبادت آفریده شده است، لیکن الله سبحانه و تعالی ولا تنس نصیبک من الدنیا در سوره قصص گفت که نصیبت را از دنیا فراموش نکن. و الله تعالی چنان برای بنده وقت و عمر داده است که برای هر دو هم کفایت میکنه. داملا، ما میدونیم که دنیا ابدی نیست و تماشاوی دارد و چگونه ما و دیگر تماشابین که این لحظه ها ما رو تماشا میکنند و از عنوان برنامه حتی فهمیدند که درباره چگونه ثروتمند شویم، یعنی ترینینگ، بیزنس ترینینگ گفته این عنوان دادیم، چگونه انسان باید که از نگاه شریعت بوی شود؟ امیر مومنین ها حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه پرسیده شدند که کیف اصبحت غنیا، چگونه ثروتمند شدی؟ و حال آنکه دیگر برادران مهاجرانت ما یملکون شیئا، چیزی ندارند. یعنی شما همه کسا از مکه به مدینه هجرت کرده آمدید
تمامی مالهاتون ترک کرده آمدید. یعنی اکثری مهاجرایی که آمدن چیزی که همراهشون برداشتن این همین یک اسب، یک شتر، هر چیزی که ماها برداشته میتونن. دیگر اون مالهای غیر منقول ندویج مست که داشتن همشه در مکه ترک کرده آمدن دیگه باید برداشته نشود. و اینها در یک ظرفی تنگ هجرت کردن، چون که اگر مشرک های مکه با خبر شوند دستگیر میکردن. اینو نمیخواستن که مسلمان ها هجرت کنن. بنابراین هر کی حرکت کرد سبوک هجرت کرد، سبوک سفر کرد، چیزی نگرفت. بنابراین وقتی که مردمی مهاجر به مدینه آمدن چیزی نداشتن. لیکن دیری نگذشته حضرت عثمان رضی الله عنه ثروت زیاد جمع کردند. بنابراین پرسیده شدند که چگونه شما ثروتمند شدید؟ یعنی سبب ثروتمند شوی شما چی است؟ بعد حضرت عثمان رضی الله عنه 5 قاعده ذکر کردند برای ثروتمند شدن. گفتن که كنت اعالج و انمی ولا ازدری ربحا ولا اشتری شیخا و اجعل الرأس رأسین. من معالجه میکردم، یعنی به معنای ریسک میکردم، یعنی از خطر تجارت نمیترسیدم و مال را میسبزانیدم و مالی کم فروش را نمیخریدم و فایده را تحقیر نمیکردم و تنی مال را به 2 تجارت تقسیم میکردم. عثمان رضی الله عنه یعنی سخن اون کس مگر دلیل می شود؟ بله، از عرباض ابن ساریه رضی الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین تمسکوا بها و عضوا علیها بالنواجذ. حدیث در سنن ترمذی هست و در مسند امام احمد و غیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که علیکم بسنتی، برای خود سنتی مرا لازم گیرید و سنت خلفای راشدین را. خلفای راشدین با اجماع علما ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنه. ببینید در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که علیکم بسنتی، برای خود سنتی من و سنت خلفای راشدین را لازم گیرید. تمسکوا بها لفظ احمد است، یعنی مستحکم دارید و عضوا علیها بالنواجذ، با دندانهای اشک گزید. بنابراین سنت خلفای راشدین دلیل حساب میشه. شما 5 اسلوبی عثمان رضی الله عنه را گفتید، باید نمینه پورتر شرح میداده تا که درستتر فهمیم، چون که بعضیش خودی من نفهمیدم، تماشابین شاید که نمیفهمند. حضرت عثمان رضی الله عنه گفتن که كنت اعالج، یعنی من مال خود و جان خود را در خطر میگذاشتم. هر یک تجارت خطر دارد، ریسک. بعضی هم میگن که کلمه لاتینی هست، ایتالیایی. بعضی هم میگن از کلمه فرانسوی گرفته شده است. بعضی هم میگن که از یونانی گرفته شده است و بعضی هم میگن که از کلمه ریسک عربی گرفته شده است، یعنی نصیب. و بحرنوردها اگر احتمال خطر در سفر کشتی داشته باشن همون ریسک میگفتن. احتمال طوفان در سفرشان باشد ریسک میگفتن. خلاصه كنت اعالج، حضرت عثمان گفتن که من ریسک میکردم، یعنی ریسکواد میکردم، یعنی مال خود رو به خطر میگذارید. چون اگر ریسک نکنید یگان کار کرده نمیشد. اگر مقاله مردمی را به یاد دارید، از گنجشک ترسی ارزان نکار میگن. یعنی اگر من حاضر گندم کارم و اون را اونده گنجشکا خورند به چی میشد؟ یا من اگر تربوز کشت کنم و آب و هوا نامساعد شد بعد چی میشد؟ اگر بررسی رومو مرا دستگیر کنن چی میشد؟ اگر به فلان جا رومو ما خیل شود چی میشد؟ و یک حکایه تمثیلی که به افندی نسبت میدهند، میگن که چرا هنوز ازدواج نکردی، زن نگرفتی؟ میگوید که اگر من ازدواج کنم و پسردار شوم و پسرم آب بازی کرده به آب غرق شود چی کار میکنم؟ یعنی این از همه، یعنی شخصی که از ریسک ترسیده است. هر یک کار، نه فقط کارهای دینی دنیوی، هر یک کار ریسک دارد. هر یک کار ریسک دارد. اگر کسی از ریسک ترسد یگان کار نمیکنه. حاضر به کوچه برامو یکی به صدمه دوچار شوم چی میشد؟
و در خانه شینان دیگر باید در خانه شینان. یعنی که درست است که مثلا باید بیزنس پلان داشته باشد، یعنی یک شجاعتی به تفکر نباشد، یعنی باید همه پهلوهای تجارت یا کار را آموخته قدم نهد. بله. خودی حاضر داملو حالی به شهر برمیگردیم چون ما از موضوع دور شدیم، چون این لحظه الکی تماشابینی ما سوال پیدا میکنند و خواه نخواه الکی زیر کامنتاریا خودی حاضر نوشته ایستادند، میگویند که داملو از بیزنس و یا از تجارت چی دارد، یعنی چی در پشتش هست که امروز درباره تجارت گپ میزند. خب این چیز را این لحظه ها می نویسند بعضی ها و من به شما گفتنی هستم تماشابینان عزیز، در این برنامه نه، در برنامه آینده به نزدیکی به این سوالی شما هم جواب خواهد بود. و بیایید اکنون برگردیم به شرح عثمان رضی الله عنه آن 5 اسلوب بویشویشان. بله، گفتن که کنت اعالجو، یعنی من مال خود را به خطر میگذاشتم، یعنی ریسک میکردم، چون که این کار را نکنید تجارت یگان کار کرده نمیشد. یک معنای دیگرش کنت اعالجو، هر یک مشکلی ها رو معالجه میکردم. یعنی در تجارت کدام مشکلی روبرو شود، سببی پیدا شدن این مشکلی، برای چی این مشکلی آمد، چه خیلی اینو برطرف کنیم تا اینکه تجارت پیش رود، معالجه میکردم. این معنا رو نیز دارد. کنت اعالجو و انمی، مال رو میسبزانیدم. مال نباید همین گونه خواب کند. مثلا یک باغ دارید، زمین خریدید، زمینی خالی، اقلا شما نهال شنونده مانده، یعنی باید آب داده کم کم بگذار از وی حاصل نگیریدم، لیکن بعدی 5 سال اگر شما باغ فروختنی شوید، الکی این باغ فرق میکنه از اون زمینی خالی که خریده بودید. یا گردش دیوال کردید یا مثلا درخت شنوندید، الکی قیمتش میخیزد. یعنی کنتو اونمی، مال رو میسبزانم. یعنی ما یک خانه دارید، اقلا باید به اجاره دهید تا اینکه مال یک چی بیارد. اونمی، مالم رو میسبزانیدم. ولا از دری ریبحن، فایده رو تحقیر نمی کردم. بله داملو، شما 2 اصول رو این لحظه گفته گذاشتید. یکمش ریسک گفتید و دیگرش سبزانیدن مال گفتید و سومش هم نیز شرح میدادید وسیع‌تر. ولا از دری ریبحن، فایده رو تحقیر نمی کردم. یعنی فایده کم بیادم، فایده که آمد می فروشم. واقعا این اصول رو حضرت علی رضی الله عنه هم رعایت میکردن. وقتی که خلیفه مسلمان ها بودن، یک ایزارشان رو نشان داده بودن که این ایزار رو به 5 درهم خریدم. ایزار گفته یک پارچه لباسه که عضو پایانی رو پوشانیده میشد از میان پایان. بعضی برادران نویسیدن که ایزار این کلمه برای زنها گفته میشد و شلوار گوید. نه، این ایزار کلمه عربی هست برادران. ایزار از شلوار فرق میکند. شلوار این در شکلی پای دوخته شدگی است، اما ایزار دوخته شدگی نیست. اون زنها مثلا ایزار میگن، اون یعنی دیگر خیلی اصطلاح هست در شریعت و خود ایزار کلمه عربی هست. اینا یه پارچه لباسه که همون احرام خیلی که حاجی ها میپوشن، ایزار و ریدا، همون خیلی یه پارچه لباس بود. گفتن که اینو به 5 درهم خریدم. لو اربحنی فیه رجل درهما لبیعته، اگر یک آدم 1 درهم فایده دهد میفروشم. یعنی 6 درهم اگر دهد میفروشم. ببینید که خلیفه مسلمان ها یه ایزارش 5 درهم است، یعنی 15 دلار میشد. به تعبیر فیلسوفی لاهور اگر گوییم، سروری در دین ما خدمتگری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است. آن مسلمانان که میری کردند، در امیری هم فقیری کردند. حضرت عمر، عدل فاروقی مقصد عدالت حضرت عمر رضی الله عنه. به تجارت چی دخل دارد همین گفته ها؟ یعنی کدام آدمی که صاحب منصب شده پولدار شود و تاجر نه، این فضیلت نیست. کدام آدمی که منصب ندارد و پولدار شده باشد، از صفر از 0 شروع کرده باشد، این فضیلت است. بنابراین حضرت ابوبکر رضی الله عنه در زمانی که حال دینی مقدس اسلام نبود ثروتمند بودند. بنابراین بعضی دشمنای اسلام گفتن که ابوبکر به این حقارتت من امروز میتوانستم پاسخ گردانم،
لیکن اون نیکی هایی که پیش از دین اسلام به من کرده بودی به خاطر نیکی هایت امروز جواب نمیگم گفتم. یعنی حضرت ابوبکر در زمانی که حال دین اسلام نبود ثروتمند بودند و اهل سخاوت بودند تا زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند وقت خلیفه شدند از همون روز اعتبارا فقیر شدند. اگر شما صاحب منصب شوید و فقیر باشید این فضیلت است، لیکن بعد اینکه وظیفه دار شدید ثانی میلیونر شده باشید و فضیلت نه. شما باید از صفر یعنی به دانگیتون و به مهنتتون جمع نکردید. بنابراین حضرت عمر هم حضرت علی هم حضرت ابوبکر هم در زمان خلافتشون فقیر بودند. آن مسلمانان که میری کردند، آن مسلمانانی که امیر بودند در امیری هم فقیری کردند. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که در زمان خلافتشان گرسنگی، بحرانی گوشت، بحرانی طعام اومد، خیلی گوشت نکن، طعام آنها خودش گوشت بود. وقتی بحران اومد مردم گرسنه بودن، در وقتی برآمدشان در جمعه شکمشان قرقر کرد از گرسنگی. بعد به سوی شکمشان نگاه کرده گفتن که قرقر او لا تقرقر والله لا تشبع حتی یشبع اطفال المسلمین. خواه قرقر کنی خواه قرقر نکنی قسم به نام الله سیر نمیشوی تا مادامی که فرزندان مسلمان ها سیر نشود. سروری در دین ما خدمتگری است. سروری مردم، راهبری مردم، خدمتگاری مردم است. عبدالله ابن مبارک در حدیث روایت میکنن در کتاب جهاد، میگن که سید القوم خادمهم، از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت میکنن سید قوم، سرور قوم خدمتگار خلق است. باید همین خیل باشه. بنابراین اینا حضرت علی هم یعنی گفتن که این ایزار هم 5 درهم است، اگر اون کس 1 درهم تیاد میفروشم گفتن. حضرت عثمان رضی الله عنه گفتن که یکی از سبب های باعث شدن من همین که فایده آمد میفروختم گفتن. برای آن که گاه ها میشد که شما نرخ کلان مونده میشینید، بعد دویم مراتب بار میدراید از خطای به نرخ ارزان میدراید، آدم ها الکی به نرخ ارزان میفروشن، شما میمونید دیگر ضرر میبینید. بنابراین فایده که آمد فروشید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرده هستند رحم الله امرا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى. حدیث در بخاری، در ترمذی و در سنن ابن حبان هست بعض لفظهایش. الله رحم کند، الله مهربانی کند به آن آدمی که سهلا اذا باع، وقتی که میفروشد بسیار آدمی آسان است. میبیند که آدم محتاج باشد ارزان تر میدهد. مثلا یا آدم میبیاد چند سوم فلان سوم، به فلان سوم میدهید نه نمیدهم گوید گشته میبرود بیچاره ناامید شده، خریدن میخواهد حاجت دارد و پول ندارد. سهلا اذا باع، وقتی که فروخت آسان است. دیدید که محتاج اومد بی پول میتونید بی پول دید، ارزان تر میتونید ارزان تر دید. در حقتون پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن سمحا اذا باع، فروخت ارزان میفروشد. سمحا اذا اشترى، یک آدم در نزدش خریدار شده رفتید که گاه سبب فروشش میگوید من این فروختنی نبودم، این مالم بسیار برای خودم ضرور است، که به سرم فلان مشکلی اومد برای همین مجبور شدم میفروشم، این حاجت داشت، اگر امکانیت داشته باشد سمحا اذا اشترى، وقتی که خریدید زیادتر دید در نرخ خودش. این دعا کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم. بنابراین حضرت عثمان رضی الله عنه میگن که من فایده کم میموندم، فایده که آمد میفروختم. این یکی از سبب‌های ثروتمند شدن من است گفتم. یعنی شما ذکر کردید که عثمان رضی الله عنه گفتند که تحقیر نمیکنم و علی رضی الله عنه نیز به انمی پیروی کردند. یعنی تحقیر گفته شما چرا در نظر داشتید؟ یعنی اندک شماریدن. فایده که آمد 5 سوم بخرید 50 آمد. تحقیر نکنید هم 50 سوم، فایده آمد فروشید. این سیومش بود و اصول چهارمش چی بود که ولا اشتری شیخان، چیزی کم فروش کم خریدار رو نمیخرم، نی خدوای نمیخریدم. اگر به اصطلاح امروزه نی خدوای، اگر کسی که در وقت خریدن عذاب کشد در وقت فروختن عذاب نمیکشد. مثلا من به بازارهای ترکیه برای سر و لباس خرید گاه ها مثلا
ساعتی 10 برآمده میرم به یک مرکزی سودا 4 آشیانه هست همش سر و لباس میفروشد بله. تا شام همونجا دور میزنم یک چیزی معقول نیافته برآمده میبرم فردا با دیگر بازار میرم بعد دیگه اون چیزی معقول یا میوام یا نمیوام. لیکن اگر همینه در بعضی مغازه های شهر خوجند اگر درآید همه چیزی که در همین فروش گذاشته است برای شما معقول میشد. همش از ترکیه آوردگی است. برای چی ما در ترکیه همینه نیافتیم و این آدم هر چیزی که در با مغازش گذاشته است همش خرم میگوید. برای چی؟ برای آنکه این میداند که مردمی همین منطقه کدام لباس را میپوشند همین عذاب کشیده از ترکیه یافته آمدگی است. یعنی موافق طبیعی همون مردمی همین مهم منطقه است. یک آدم رفت به بازار کره رفت و ماشین های بار کرد ظاهرا ماشین های خشرو بار کرد اهمیت نداد سراسیمه شد. وقتی که به بازار خوجند آوردید می ایستاد دیگر این مردم به دندان زده میگیرند هر یک عیبایی که به شما ظاهر نبود به آنها معلوم میگردد. اما اگر شما در کره عذاب کشیده ماشین های از نظر گذرانده ماشین های زور را اگر بار کنید از سری وگان نفرارده میخرند. بنابراین حضرت عثمان رضی الله عنه گفتن که ولا اشتری شیخان یعنی چیزی شیخ اینجا اصلا پیرمرد شیخ میگه یعنی چیزی کهنه رو نمیخرم به معنای چیزی که از ماده ماندگی هست مردم نمیخرن چیزی با بگذار ارزان باشه. بعضی آدم ارزان بوده است که خرم شاید فلانی مردم میخرد نه چیزی که مردم میخواهد همون آوردن در کار به بازار. این چهارمین قاعده که حضرت عثمان رضی الله عنه یکی از سبب‌های ثروتمند شدنشون میدونستند. یعنی اون کس میرفتند و اول تحقیق میکردند و چرا به بازار درآورند و اون چیزی که مردم منطقه نیاز دارد محتاج است اون می آوردند و این یکی از سبب‌های بویشوی یکی از صحابه ها عثمان رضی الله عنه بود. و شرط دیگرش چیه؟ اصول دیگرش پنجمینش و اجعل الرأس رأسین پول و مالم را در یک تجارت بند نمی کردم یعنی اقلا به 2 تجارت تقسیم می کردم برای آنکه اگر در یک تجارت مفلس شوید و شخصی تاجر احتمال هست که مفلس شود یا تجارتش مثلا من در بازار شما یک کانتینر دارید یک دکان دارید یکی سحر میخیزید که بازار سوخت است. این حادثه ها در تاجیکستان بسیار میشه. بازار ها در گرفته میستن. بعضی آدم ها حتی همون پولی نقدش هم یا حتی حجت های خونش هم در همون سیفی دکانش میمونده بود است. وقتی که بازار سوخت دکان سوخت تمام وضع مالیویش از بین رفت. این آدمی پولدار اگر شخصی بی پول شود بسیار مشکل است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میگفتند که اللهم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور پروردگارا من به تو پناه میطلبم از حور بعد کور یعنی بعد زیادتی به نقصان دچار شدن. آدمی پولدار اگر کم بغل شود بسیار برایش وزنین میفراید شاید بیمار شود بسیار برایش مشکل میشد. بنابراین به همین روز برای دچار نشدن باید تنی مالش به 2 تجارت یا به 3 یا به 4 یا هر چقدر میتونه تقسیم کند برای آنکه به یک تجارت اگر آفت بیاید دیگر تجارت که خودش باز داشته میگیرد یعنی تجارتش دوام میدهد. و این کار در بعضی کشورهایی که در اونجا مثلا امنیت برای صاحب مال نیست یا امنیت به مالش نیست شرط نه که مثلا در یک کشور ایستاده 2 تجارت کند نه باید یک تجارت در دیگر جا کند چون که مثلا در یک کشور زندگی کنید که احتمال است که مالتون غصب کند مغازه لباس داشته باشیدم خوراک داشته باشید همشه میگرد یا باره. برای همین در این صورت یعنی که حضرت عثمان در یک کشور میکردن و به 2 تجارت مثلا یکش اگر موادی حاضر زمان اگر ساختمانی باشد یکتش مواد خوراکه اینو از همدیگر فرق میکنند. اگر یکتش به کریزیس بیاد یکتش به نمی بیاد لیکن اینا در همین زمانی ما باید در دیگر کشورها کردن دکار برای آنکه این کشورانگی مالتون اگر از بین رود شما ویش کتی میتونید خودتون
گشته تجارتتون رو بردوام دهید. و اجعل الرأس رأسین، من مالم به دو تقسیم میکردم، یعنی تنی مال رو به دو تجارت تقسیم میکردم. و شخص تاجر بسیار احتیاط کند، چه خیلی که الله تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، ای آنهایی که ایمان آوردید احتیاط خود را گیرید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که المؤمن کیس حذر، مؤمن عاقل و احتیاطکار است گفتند. و در دیگر حدیث بخاری گفتند که لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، شخص مؤمن از یک سوراخی دو مراتب گزیده نمیشد. یک مراتب گزیده شد باید دو مراتب گزیده نشد. اصلا یک سوراخی دو بار باید مؤمن گزیده نشود. الکی وی درس عبرت گیرد. و شخص تاجری مؤمن باید از مفلس شوی احتیاط کند خود را. بنابراین در صورتی مثلا تقدیر کتی، اگر تقدیر در تقدیر باشد از احتیاط فایده نیست. اگر قضا آید چی سود از احتیاط فایده نمیکنه اگر تقدیر باشد. لیکن باید انسان احتیاطکار باشد در تجارتش. بنابراین حضرت عثمان به دو تقسیم میکردن. و وقتی که آدمی تاجر مفلس میشد، بانکرات میشد، آدم ها اینو میشنود، الکی از وی روی میگردند. بله، در آغاز برنامه شما در همین مورد یک چیز ذکر کردید، گفتید که از شخصی مفلس شده یا اینکه شخصی که پول ندارد همه میگریزد. بله، باور کنید همین چیز من در حیاتم دیده هستم. وقتی که یک آدم بانکرات شد، همین سلام دهد یا تلفن کند، الکی آدم ها نمی بردارن. لیکن یک چیز عجیب دیدم. در شهر خوجند یک تاجر برعکس همین حالت مردمای بانکرات شدگی کافته میگشت است. هدف یک برادر واقعا خیلی مفلس شده بود، یعنی بانکرات شده بود. بعد نقل کرد که همین فلانی گفت برعکس گفت مفلس های کافته میگردد بانکرات شدگی. من گفتم برای چی؟ گفت که میگفت است که آدمی بانکرات شدگی کلش زور کار میکند. یعنی در دستی وی پول نمیتید هیچ کس حالی، چون که وی احتمال است که ممکن به قرض دهد پولی شما، یا احتمال است که گفته نمیشد. لیکن از او استفاده میکرده است. چیکار کردن ممکن آدم ها وی حتی گوش نمیکنند دیگه مفلس شدگیه، لیکن وی اومده گوش میکرده است. برعکس کافته یافته میگفت که چی تجارت کردن ممکن، چیکار کنیم، مقصد پول از من، از تو فکر و ایده، یعنی چیکار کنیم. گفته از آنها ایده میگرفته است، برای آنکه واقعا بعضی آنها یعنی به مفلسی دوچار شد. یعنی خطاگی و اجرا نمیکند تا اینکه دیگر همون شخصی که از شخص مفلس شده رو نگاه میکند، از خطاگی و عبرت نمیگیرد و بلکه اصلاح میکند خودش. درست؟ واقعا یعنی معقول شد برای من کارش، برای آنکه واقعا بعضی فکرها دارد که دیگه کسا فکرش گوش هم نمیکنن. وقتی که اگر ظاهرا گوش کرده باشن هم اهمیت نمیدن، چون که اگر دانا میشد این مفلس میشد، گفتگی فکر است، این خطا هست. همه مفلس شدنش ممکن، یک قضا آمد، یک قدر آمد، یک خطاگی شد، یک مثلا غفلت شد. لیکن به هر حال غالبا اگر آدمی با عقل و تجربه کار باشد و باید دستگیری کردن نکر و فکرش گوش کردن نکر. درباره 5 اصول ثروتمند شوی حضرت عثمان رضی الله عنه نقل کردید و گفتیم و میدونیم که بای گذاشتند، ثروتمند بودند. و آیا معلوم است که چی مقدار مال و ملک داشتند؟ بعضی ها شنیدم که میگن که حضرت عثمان 1 میلیارد پول داشتند، یعنی به دلار اگر گردانیم. چگونه شما این حساب کردید که 1 میلیارد است؟ من حساب نکردم. لیکن من فقط یک 5 میتونم 5 خرید و فروششون رو ذکر کنم، چون که در حدیث ها آمده است. یک سوداشون یک باغ حضرت عبدالرحمن خریدن. عبدالرحمن ابن عوف یک باغ به حضرت عثمان فروختند به 40,000 دینار. ما اگر به دلار گردانیم 25 میلیون دلار میشد. این یک خرید و فروش حضرت عثمان، یک زدیل که گوییم، یک سازشنامه حضرت عثمان 25 میلیون دلار. و تقریبا 3 حادثه ها هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عثمان جنت وعده کردند.
و جنت به پولی معده وعده نمیکنن. یکی از آنها چاه رومه. من یشتری بئر رومه، کی چاه رومه رو میخرد مکافاتش بهشت است. در مدینه چاه بود نامش رومه، از آن یک یهودی بود، آب به پول میفروخت. حیات به آب تصور کرده نمیشه، بنابراین اولی مخلوقی که الله تعالی آفرید این آب است. الله تعالی بود، غیر الله تعالی یگان مخلوق نبود. اولی مخلوقی که الله تعالی آفرید آب است. بعد عرش را آفرید. آب به پول میفروخت. هر کی مثلا به طهارت آب لازم، نوشیدن لازم، شستشو لازم، هر کی آب خریده نمیتونست. بعد گفتن که کی چاه رومه رو میخرد مکافاتش بهشت است. حضرت عثمان خریدن. میدونید به چند پول؟ اگر همون پول گیریمو به دلار گردانیم $40,000 میشد. اینقدر پولی کم $40,000، یعنی به اندازه به جنت قیمت است. لیکن او $40,000 در اون وقت، نه فقط در اون وقت، در همون عین حال مثلا در زمان کریزیسی که هیچ کی پولی نقد ندارد، یک آدم برای شما 10 نان خریده داد مثلا و این قدرش دیگر است. امروز من بر شما 10 تا نان خریده اون فرق میکند. مردم محتاج بودن. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله جنت بشارت دادن. یکی از دیگر بشارت‌های پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت عثمان گفتن که امروز مسجد به اهلش تنگی کرد که خانه همسایه رو خریده به مسجد اضافه میکند، مکافاتش مثلش در جنت است. یعنی همین خانه که خریده اضافه کرد همین قدر در جنت است. حضرت عثمان خریده. ما هم تقریبا اگر به پول گردانیم $60,000 است. لیکن بعضی علما گفتن که وی اگر قدر و قیمتش جاش بمونیم $1,000,000 میشد. گفتن او پیامبر صلی الله علیه و آله در بعضی حدیث گفتن که 1 درهم 1000 درهم رو گذشت. گفتن چه خیلی یا رسول الله. گفتن که یک آدم 100,000 درهم داشته است، 1000 درهمش خیر کرده است. یک آدم 1 درهم دارد، همش خیر کرده است. یعنی این 100% مالش خیر کرد. جاش میبیاد 1 درهم 1000 یا 100,000 درهم میگذارد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت عثمان در این حادثه هم جنت را وعده کرده. سومینش کسی که به جنگ عسره کمک میکند مکافاتش بهشت است. گفتن حضرت عثمان 2 خیل پول دادن. یک قسمش شتور، یک قسمش 1000 دینار پول دادن. 1000 دینار، 1 دینار ما 425 میلی گرم طلا هست. از طلا همین روزا $200 شد 1 گرمش. 4 گرم طلا $800 میشد. یعنی 1 دینار $800. همین خیلی نه؟ 4 گرم طلا $800 میشه. 4 با 125 وای بگذار $800 گویم 1 دیناره، 1000 دینار دادن، یعنی $800,000. لیکن او خیلی پولی کلام بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم گفتن بعد امروز اگر عثمان گناه کندم ضرر نمیرسد. گفتن یعنی وای پول اگر چی مثلا $800,000 قریب $1,000,000 باشدم، لیکن اون بسیار قربی بلند داشت در اون وقت. یعنی چند حادثه های خرید و فروش حضرت عثمان گفتیم. یعنی از این برمی آید که حضرت عثمان خیلی پولی زیاد داشتن. این فقط 5 خرید و فروش هاشون تقریبا. شما در آغاز گفتید که داملا خریدنی بهشت آسان نیست. گفتید سوال به میان می آید که آیا امروز هم در زمان امروز هم بهشت را خریده می شود؟ بله، به هر حال آدم از اخلاص و از کوششش اعتبار است. اگر کسی که به خاطر الله تعالی کوشش کند، انشاءالله الله تعالی اجر نیکوکاران رو ضایع نمی کند. امیدوار هستیم که مردم نیز به مثل چنان که شما در بالا گفته گذاشتید در سخاوت انشاءالله بخل و بخیلی نمی کنند و سخی می شوند و انشاءالله آن پاداشی که صحابه های گذشته به مثل عثمان رضی الله عنه آنها نیز سزاوار خواهند شد انشاءالله. این لحظه داملا واقعا بسیاری ها میگویند که این سخنان داملا را ما از آنهایی که ترینینگ بیزنس ترینینگ ها میگذرانند از آنها نیز شنیدیم و واقعا انا همین 5 اصولی که عثمان رضی الله عنه شما شرح دادید به پورگی، از این اسلوب امروز تاجران استفاده میکنند. بغیر از این داملا آیا در قرآن و سنت باز دیگر ایلوه ها و شرط های ثروتمند شوی آمده است بغیر آن مثالی که شما شرح دادید؟
بله، الله تعالی در سوره قصص از قوم قارون برای ما 5 قاعده در صرف مال، چگونه مال رو صرف کنیم، بیان کرد. و یکی از راه‌های ثروتمند باقی ماندن و به مفلسی دچار نشدن، این درست صرفکارانه صرف و خراجات کردن مال. اگر کسی که مال رو درست تصرف نکند، او به مفلسی دچار میشه. یک پولدار یک وقتی گفته بود که از پول کار کردن هم صرف کردنش دشوار. یک همونجا آدمی که نشسته بود گفت که پول باشد صرف کردنش آسان گفته. نه گفت خطا میکنی، واقعا درست گفتم اون پولدار. برای آنکه ما یک شخصی رو دیدم که بعد وفات پدرش هم آبرو داشت، هم مال و ملک داشت و این فرزندش به وظیفه هم گران داده بود، این هم آبرو داشت، مال داشت، همه چی داشت. بعد وفات پدرش همش از بین رفت. خودش هم زندانی شد، مالاش هم رفت، سلامتیش هم رفت، وظیفش هم رفت. اگر همین چیزی بودگی را اگر درست استفاده نکند، پولی که هست الحال چند پول دارید؟ 100,000 دارید، 50,000 دارید، اگر همین نادرست اگر تصرف کنید، همین از بین میرد. به تعبیری شیخ سعدی، ابله کو روزی روشن شمع کافوری نهد، زود ببینی کش به شب روغن نباشد در چراغ. یا ابله گفتن، ابلهی که در روز شمع در گنانده میشیند، میبینی که شبانه به شمع میشیند، در تاریکی میشیند. یعنی اسرافکار. در این باره الله سبحانه و تعالی و ما نقل کرده گفت که این قارون کان من قوم موسی. قارون از قوم موسی بود علیه السلام. بعضی موقع پسری عمکی موسی بود، بعضی موقع پسری خالش بود. محلی گفتن که هم پسری عمکش بود و هم پسری خالش بود گفتن. لیکن الله تعالی کان من قوم موسی گفت، از قوم موسی بود. فبغى علیهم، به مردم، یعنی به مردم بنی اسرائیل ظلم کرد، تجاوز کرد، حق آنها رو پایمال کرد. یعنی شاید استوها رو کار میفرماد، پولی آنها رو نمیداد، مال مردم رو میگرفت نمیداد، خلاصه ظلم کرد. و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتیحه لتنوء بالعصبه. ما برای قارون چنان مال دادیم که و آتیناه من الکنوز، کنزها، یعنی کنزها، طلاها، قیمت بها، ما چنان برای او مال و ملک دادیم که این مفاتیحه، کلیدهایش به جماعتی از مردها وزنینی میکرد. محلی گفتن که 70 نفر یا اینکه 40 نفر هم گفته شده است. یعنی 70 نفر کلیدی صندوقهایش یا اینکه کلیدی خزینه هایش رو برداشته نمیتونستن. شما تصور کنید الله تعالی مقدار پولش در قرآن نقل نکرد، لیکن گفت که کلیدی خزینه هایش برای یک جماعتی از مردها که مفسرها 70 نفر میگن وزنی میکرد. به نظرتان پولی ایلان ماسک زیاد است یا از آن قارون؟ اینقدر طلای وزنی کلیدهاش، حالا یکون کلید، اگر کلیدش وزنی کند، تصور کنید حجمی اون کلیده. خاصتا مردهای اون زمانه از ما دیده عظیم جثه‌تر و با قوت‌تر بودن. بر آنها وزنی میکرد کلیدی خزینه هایش فقط. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحین. ناگاه قوم قارون به قارون گفتن که لا تفرح، قاعده یکم در صرف مال. اون 5 قاعده که از حضرت عثمان رضی الله عنه نقل کردیم و برای جمع مال و زیاد کردن مال، این برای همین مالی بودگی رو برای نگاه داشتن و این چنین برای زیاد شدنش سبب میشه. لا تفرح ان الله لا يحب الفرحین. خرسندی نکن. اینجا خرسندی به معنای خرسندی از روی کبر و غرور. اما هم تو آدم خرسند شود به نعمتهای الله تعالی، هیچ گپی ندارد. مغرور نشو. ان الله لا يحب الفرحین. الله تعالی آنهایی که از روی کبر و غرور مغرور هستند،
خرسند میشوند، اینها را دوست نمیدارد. این قاعده یکم که انسان اگر پولدار باشد برای مردم کلانیگری نکند، آنها را تحقیر نکند، آنها را اندک نشمارد، خودش را از آنها بلند نگیرد. و ما بکن من نعمت فمن الله، هر نعمتی که شما دارا هستید از الله هست. همین اعتقاد داشته باشد و قناعتش به مردم پس کند. این یکمین شرطی مال از بین نرفتن. کبر کی کردید، کلانیگری کی کرد، مردمت کی تحقیر کردید، مالتون از بین میره. یعنی الله تعالی آن چیزی که داد اونا میگیرد. این چیزی یعنی ان الله لا يحب الفرحین، الله تعالی دوست نمیدارد. شما تصور کنید اگر جزا ندهدم، اگر دوست ندارد بس است. اگر الله تعالی شما دوست ندارد دیگه تمام. قاعده دوم وابتغی فیما آتاک الله دار الاخره، این مالی که الله تعالی برای تو داده است با این حیات آخرتت را آباد کن. یعنی مثلا $100,000 پول داشته باشید، $2,500 زکات میدهید، 97.5 ماند. از وی هم باید بگذار وی فرض بود زکات، $2,500 زکات فرض است در یک سال یک مراتبه. از وی هم هر روز آخر یک خیر کرده استید، یک دستگیری کنید یارو دوست و خویش و تبار و محتاج ها را، یا اینکه آخرتتان را آباد کن. اینجا گفتن که این مال که آخرتت را آباد کن، یعنی با آخرت هم یک چی باید انسان فرستاند برای آبادانی دین، خدمت دین، برای مردم دستگیری کند. ببینید این از قومی قارون است، ولی لیکن این را قرآن به ما نقل کرد. بنابراین دستور قرآنی میشد که وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره. قاعده دوم، آن مالی که الله تعالی به تو داد با این واسطه حیات آخرتت را آباد کن. این خیلی نه که همین $100,000 داری همیشه صرف کن، تمام نه. یک قسمش را مما رزقناهم ينفقون، بعض مالهایی که ما به او دادیم یعنی از بعضش خیر میکنن. الله تعالی مثلا $100,000 داده باشد، $2,500 طلب کرده در یک سال یک مراتبه، همون هم همچون امتحان. اصلاش آدمی که پول دارد این پول از آن خودش نیست، الله داده است. الله تعالی همچون امتحان داده است. مثلا یک آدم همین $100 یا $1 حقی دراندن ندارد، از آن خودش است، با عرق جبین یافته است، لیکن حقی دراندن نداره. برای چی حق نداره؟ برای اینکه مالکیت این نیست. این همچون امانت نگهدار به دستش داده است و الله تعالی امتحان کرده است که کلی به کجا صرف میکند. یک لحظه داملا، شما شرطی در اولش گفتید که صرفه‌کار باید باشد، یعنی که اولش این که خرسندی مغرورانه نکن و بعدا باید که اکونوم، یعنی صرفه‌کارانه اون چیزی که آمد صرف کند گفتید. یعنی در داخلی سخنهاتون همین چیز بود. بله. و خب وقتی که شما گفتید که صرفه‌کارانه صرف کن، یعنی صرفش به نظر گیر، یعنی چگونه صرف میکنی؟ مردم میگویند که ما اگر از آن مالی که در قسمت دیگر شما گفتید که صدقه هم کن، یعنی که یاردم کن، زکات به غیر از زکات باز یاردم هم کن. بعضی ها میگویند که اگر ما از مالمون صرف کردیم، یعنی صدقه کردیم، مالمون کم می شود. یعنی به این یقین دارند. چگونه ما باید به اونها فهمانیم که اونا صدقه کنند اگر مالشون کم می شده است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که مال با صدقه کردن کم نمیشد، بلکه زیاد میشد. حساب زد. این تماما دیروز برادر رو خوردم، میگفت ما تقریبا 20 سال این جانب زکات میتیم. میگفت هر سال زکات زیاد میدیم، یعنی که هر سال رو به ترقی آورده، پولش زیاد شده است. زکات خودش که از کلمه سبزیش گرفته شده است، می سبزاند مال رو، کم نمی کند. و ما گفتیم که انسان اگر پول نادرست صرف کند مفلس میشد، به هیچی میماند. یک از بنی اسرائیل به شما نقل میکنم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که و حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، از سخنهای بنی اسرائیلی ها نقل کنید هیچ گپی ندارد. گفتن در صحیح بخاری است، یعنی از سخنهای بنی اسرائیل نقل کردن ممکنه. بنابراین مفسرها در تفسیر ابن جریر طبری، ابن کثیر، حضرت قرطبی، اینا در کتاباشون آوردن. یک ابن عباس رضی الله عنهما گفتن که یک مرد از بنی اسرائیل 3 دعای مستجاب داده شده است. الله تعالی برایش 3 دعای مستجاب داده است، یعنی 3 دعا کن قبول میشد. خرسند به خانه می بیاید، میگوید که الله تعالی برای من 3 دعا داد.
بعد همسرش زنی بیزیب بود است. از شوهرش التماس کرده است که همون یک تشه به من تگفته است. یعنی از همین 3 شانس یک تشه برای من ده. گفته است مایلش چی میخواهی؟ گفته است که دعا کن که از همون 3 دعا به یک تش دعا کن که من خوشروترین زنهای بنی اسرائیل گردم. بعد دعا کرده است که الله همین زنی مرا خوشروترین زنهای بنی اسرائیل گردم. بعد اینکه زنک خوشرو شد شوهرش نخواسته است، یعنی مردهای دیگر خواسته است. بعد شوهرش غضب میکند و با اون 2 دیگه دعا هست که یک تشکتی دعا میکند که پروردگار این زنه به یک سگی عکاس زننده مبدل گردم. زن یک سگ شده است، شب و روز عکاس زنی فرزندا از تحقیری مردم شرم داشتین، آمده پدرشون التماس میکنن که پدر جان همین مادرمای به حالت اصلیشون برگردانید. بعد 3م دعا کتی دعا میکند که همین زن با حالت اصلیش برود. یعنی گوییم 3 میلیارد دلار همین خیلی در یک چند روز از بین بردن. یعنی اگر آدم پولی بودگی صرف کرده نتوند، در 2 روز با همین من قماربازها یا غیر اینها در 2 روز دیگه میبینید که بانکرات. بنابراین صرف کردن این مال این مهم است. اون گپی مردم خطا است که پول باشد صرف کردنش آسان. نه، خطا هست. اگر نادرست صرف و خراجات کردی میبینی که بی پول مال ماندی. امروز هر آدمی که امروز شرایط خوب دارد همین قدر کند. فردا یه روز میشد که بی پول میماند. بنابراین امروز باید همین غنیمت داند. 4مینش گفتن که و احسن کما احسن الله الیک، نیکی کن چخیلی که الله تعالی به تو نیکی کرد. الله تعالی به تو نیکی کرد، میتونست تو رو کم بغل کند، تو رو امروز صاحب ثروت کرده است، اکنون تو هم نیکی کن به مردم. چون که اگر نیکی کند مالش زیاد میشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که یگان روزی نیست مگر هم 2 فرشته نازل میشد، الا و فیه ملکان ینزلان، 2 فرشته نازل میشد، فیقول احدهما، یکی آنها میگوید که اللهم اعط منفقا خلفا، ای الله به آدمی خیر کننده دستگشاد عوض ده. یکی از اون 2 فرشته دیگریش میگوید که ای الله به آدمی ممسک تلف ده. آدمی که پولش قپیده میایستد، ممسک یعنی قپیده میایستد، پول صرف نمیکند، برای تلف ده. یا ماشینش میزند $1000 پرید، یا جوش در میکند $500 پرید، لیکن $10 خیر نمیکند و الله تعالی مالش هم خیر کرده از بین میبرد. بنابراین و احسن کما احسن الله الیک، نیکی کن از این مالهایی که الله تعالی به تو داده است، به مردم به خلق الله تعالی نیکی کن چخیلی که الله تعالی به تو نیکی کرده است. این هم یکی از جایهایی که شریعت امر کرده است که مالش رو بنده صرف کند. و چند اصول دیگر شما گفتید ذکر کردید دوملو، اوناش هم شرح دادید و عموما چند اصول دیگر هست که شما میخواهید به تماشابین رسانید؟ در همین آیت 5 قاعده برای تصرف مال آمده است. در 4مینش گفتن که ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیبت را از دنیا فراموش نکن. یعنی این خیلی نه که اکن آخرتت را آباد کن، گفتن کن وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره، مالی که الله تعالی داده است به این مال آخرتت را آباد کن. این خیلی نفهمد با یگان کس که همه پولم به آخرت صرف کنم. نه، ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب خود را از دنیا فراموش نکن. بگذار لباسی زیبا داشته باشی، خانه خوشرو داشته باشی، مرکبی خوشرو، ماشینی خوب داشته باشد، بگذار طعامی خوب خورد، هیچ گپی ندارد. یعنی ممکن است که مسلمان چیزهای لباس فسان خوشرو خریداری کند یا اینکه ماشینی خوب گیرد. یک صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی گفتن کسی کبر داشته باشد به جنت نمی‌دارد، مثقال ذره. گفت که یا رسول الله یک مرد دوست می‌دارد که پای افضلاش خوشرو باشد، لباسهاش خوشرو باشد، این هم کبر است؟ گفتن که نه. گفتن ان الله جمیل یحب الجمال، الله تعالی زیبا هست، زیبایی را دوست می‌دارد. الکبر بطر الحق و غمط الناس، کبر این پایمال کردن حق و تحقیر کردن مردم اندک شماریدن، پس زدن مردم و حق قبول نکردن. یک آدم پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدن که با دست چپ میخورد، گفتن که با دست راست خورد، نمیتونم. گفت ما منعه الا الکبر، او را من نکرد با دست راست خوب شده است گفته خوردم مگرم کبر. پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه لاستطعت، نمیتوانی
گفتن دیگر همین که تا روزی مرگش دستی راستش به دهانش برده نمیتونستگی شد. یعنی دعای بد کردند اینجا؟ نگو حالی دعای بد نکرده دستش و نمیتونم گفت دیگه نمیتونستگی شد. یعنی این کیبر ما منعه الا الکبر خوب شد از یعنی حق اومد، حق به سرخم کردن نکن. بله. او سرخم نکردن همین کیبر است. لباس زیبا خانه خوش رو داشته باشید کیبر نیست. از مال حلال خودتون باشد مباح است. بله. یعنی از این گفته ها دیگر مردم مثلا ماشین های قیمت بها خریده و در نزد دیگر مثلا حق و همسایه ها و یار و دوستانش مثلا با اون چیزی که خریدند یا اینکه با اون چیزی که میپوشند مغرور نشوند. باز قاعده پنجم همین من میکند ولا تبغی الفساد فی الارض. با این پول و مالی که الله تعالی به تو داد در روی زمین فسادکاری نکن. بعضی آدم $10 خیر نمیکند لیکن برای کساد کردن تجارت یک روبروش همسایش مثلا ممکن $10,000 رصد کند، صرف کند. و بعضی جاها خبر میرسوند که اینجا نابالغ کار کرده ایستاده است، اینجا یک کارگری غیر قانونی کار کرده ایستاده، خبر برده با بلباش پول داده، مقصدش که دکانش محکم کنن یا یک ضرری جدی رساند. این فساد کردن در روی زمین. غیر از این مثالای بسیار داره. اون آدمایی که میلیاردر هستند در سطح جهانی فسادکاری میکنن. مثلا پهن کردن بیماری های سپید، مثلا مخصوصا مثلا بیماری های سپید شدگی پول داده به یک کشوری مسلمان ها برده پهن کنیتان. برای این صرف و خراجاتی کلان در کار است. اینو پول دارن. ولا تبغی الفساد فی الارض. وقتی که الله تعالی برای تو مال و ملک زیاد داد، با مال و ملک در روی زمین فسادکاری نکن، ویرانکاری نکن. بعضی آدم ها $5 $10 نمیتید، لیکن برای یک آدم از وظیفش گرفتن یا براش یک مشکلی ایجاد کردن پولی کلان صرف میکند. این به همین میدارد که ولا تبغی الفساد فی الارض. امروز تو پول داری، یعنی با همین پول در روی زمین فسادکاری و ویرانکاری نکن. این کدام سوره و کدام آیتش سوره قصص آیت 76 77. یعنی انا همین آیت مخصوصا به همین گفته های شما آمده است، یعنی تفسیرش همین چیز در بر میگیرد. در تفسیر یک قاعده هست: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرت به عموم لفظ است، نه به خصوص سبب. همین لفظ آیت عام است. حالا یک آیت گفتیم که یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، ای آنهایی که ایمان آوردید احتیاط خود را گیرید. او در جنگ آمدگی است. نه این آیت در جنگ آمدگی است برای چه تو در تجارت ترجمه کردی گفته نمیشه. این لفظش عام است، در همه جا استفاده کرده میشد. یا مثلا وقتی بیماری کووید برآمد، یکی از استادانمان را شنیدم که در خطبه جمعه میگفتن که در وقت خطر شریعت به خانه نشینی امر کرده است. گفتند و آیتی سوره نمل را مثال آوردن که قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده. یا مرچه گفت که ای مرچه ها به خانه هاتون درآیید تا اینکه سلیمان و لشکرش حس نکرده شما رو نشکند، زیر کرده نشکند. گفت یعنی در حالت خطر لازم گرفتن خانه این امر شریعت هست. مثلا درست است که این به سلیمان و به همون زمانشان نازل شده بود مثلا، یا دیگه آیت درباره اونها، لیکن لفظش عام است، همه را در بر میگیرد. دومو شریعت اسلام را اکثریت میگویند که این نماز و روزه است و زکات است و دیگر چی را در بر ندارد مگر؟ بله، این فکرهای نادرست است. اسلام نه فقط صوم و صلات است. اسلام فقط نماز و روزه نیست. اسلام نه فقط صوم و صلات است. علم است و حیات است و نجات است. علم است، تمام علم دین و دنیا را در بر گرفته است. حیات است، تمام جنبه های حیات را در بر گرفته است. نجات است، هم در دنیا از مشکلی های دنیا و هم از آتش دوزخ. و به تعبیر فیلسوف لاهور اگر گیریم میگن که ببند صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمتی قرآن نگیری، به آیاتش تو را کار جزی نیست که از یاسینی او آسان بمیری. بعضی مردم گمان میکردن که این شریعت فقط برای همین وقتی مرگت که آمد
یا مولا رو میبری یاسین میخواند تا اینکه جانت به آسانی براید و یا در بالای قبرت یگان چی خواند و از دین همین قدر میفهمد. حالا که این دینی مقدس اسلام دینی کامل و دینی شامل است، تمام جنبه های حیات را در عالی ترین وجه در بر گرفته است. واقعا داملو خیلی معلومات زیاد پیدا کردم. خودی من شخصا معلومات زیاد پیدا کردم از آن 5 اصولی که از عثمان رضی الله عنه گفتید و همچنین باز آن 5 اصول دیگری که شما علاوه کردید از و تفسیری آیات سوره قصص. واقعا این یک پرمحتوا بود. تماشاچیان عزیز، شما نیز میتوانید زیر کامنتاریا ها زیر شرح سوال ها نوشته کنید، یعنی درباره تجارت و چگونه بای شدن، ثروتمند شدن یا اینکه از مفلس شوید دور شدن. در برنامه‌های نوبتی ما همین سوال‌های شما رو از استفاده سوال‌های شما انشالله باز برنامه دیگر میکنیم. عین حال اکثریت از ما و شما میگوییم که تجارت و بای شدن و ثروتمند شدن این خاصی آنهایی که با مارکتینگ، تجارت یا اینکه با منیجمنت وابسته هستند از آن اونها است. و ما و شما دیدیم و شنیدیم که اسلام و شریعت اسلام چگونه راهها برای تاجر موفق پیشنهاد کرده است و انشالله در برنامه‌های نوبتی شما انتظار باشید. ما با داملا سهرابادلیان ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فاکولته حدیث شریف صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.